شیخ طوطی زیبایی داشت. این شیخ به طوطی خود کلمه طیبه را آموخت. طوطی شب و روز لا اله الا الله می گفت و شیخ از این شاد می شد. روزی از بی احتیاطی شیخ طوطی به دست گربه افتاد و به دست گربه کشته شد. شیخ به شدت می گریست و از گریه باز ایستاده نمی توانست. دوستانش با او گفتند که هرچند که طوطی سخنگو بود اما ارزش چنین گریه را نداشت. شیخ گفت من برای طوطی نه، بلکه برای آن می گریم که وقتی که گربه به او حمله کرد آنقدر فریاد زد که گفتن لا اله الا الله را فراموش کرد و مرد، زیرا او عمر با زبان کلمه می خواند و از عمق دل آن را نآموخته بود. می ترسم که من هم مانند این طوطی تمام عمر به زبان کلمه بخوانم و اما دم مرگ آن را گفته نتوانم. روزی که یوسف را برادرانش به چاه پرتافتنی می شدند او لبخندی زد. یکی از برادرانش از او پرسید چرا می خندی وقتی که جای خنده نیست؟ یوسف علیه السلام در پاسخ به برادرش گفت من پیشتر می اندیشیدم که وقتی که اینقدر برادرهای نیرومند داشته باشم چه کسی می تواند با من دشمنی کند، اما حالا می بینم الله تعالی همین برادران را بر من مسلط کرد تا بدانم که غیر از خدا تکیه‌گاهی نیست.